پارک رازی توی تهران در زمان گذشته به عنوان شهر نو یه مکان برای جمع آوری فاحشه های شهر تهران توی زمان پهلوی بوده. قبل از اون هم توی زمان قاجار یه مکان برای اسکان خانواده محمد علی شاه بود. اما برای اینکه بدونیم این قسمت از شهر تهران چطوری تبدیل به فاحشه خونه بزرگ شده و توی کودتای 28 مرداد هم مؤثر بوده، این ویدیو را از دست ندید. محمد علی شاه قاجار دستور ساخت قلعه شهر نو رو صادر کرد. این قلعه خارج از محدوده شهر تهران و برای اسکان خانواده شاه برای تفریح بود. به خاطر همین به محله قجرها مشهور بود. شاه بعدی قاجار یعنی احمدشاه دروازه قزوین رو توی این محله ساخت. اما به خاطر بی‌توجهی و تأمین نکردن امنیت توی محوطه دروازه قزوین به محل جمع شدن معتادها و خلافکارهای شهر تهران تبدیل شد. خلافکارهای این محدوده دخترهایی که از شهرستانها پیدا می‌کردن رو به این محله می‌آوردن و از اونها سوء استفاده جنسی می‌کردن. بعد از احمدشاه سلسله قاجار به پایان خودش رسید و رضاشاه پهلوی اداره مملکت رو به دست گرفت. رضاشاه که به داشتن حرمسرا اعتقادی نداشت، حرمسرای قاجار رو خراب کرد. زنانی که توی حرمسرای قاجار مشغول خدمت دادن به شاه قاجار بودن توی شهر تهران پراکنده شدند و برای تأمین مالی خودشون شروع به تن فروشی می‌کردند. این کار باعث افزایش ناگهانی روسپیگری توی شهر تهران شد. یه عده از این زنهای حرمسرای قاجار هم توی دروازه قزوین زندگی می‌کردند. رضاشاه هم بخش‌هایی از محله دروازه قزوین رو بازسازی کرد و به مرکز تنفروشی توی شهر تهران تبدیل کرد تا جلوی پخش شدن این افراد توی سایر محله‌های تهران رو بگیره. رضاشاه به شهربانی دستور داد که تنفروش‌ها را از تهران خارج کنه و توی محله دروازه قزوین و محله قجرها ساکن کنه. بعضی افراد مثل زال محمد از این فرصت سوء استفاده کردند. زال محمد که ریش و پشم سفیدی داشت، با استفاده از دخترهای خیابونی که از سایر شهرها پیدا کرده بود، توی این روسپیخونه ها صاحب ثروت و درآمد زیادی شد. زال محمد دخترهای خیابونی و فراری رو از شهرستانها پیدا میکرد. اونها رو به تهران می آورد و با اجاره دادن اونها پول به دست می آورد. وضعیت بیماری‌های جنسی و مقاربتی توی این محله اصلا خوب نبود. یه نفر به اسم ارباب جمشید که از افراد ثروتمند زرتشتی بود این محله رو بازسازی کرد. خونه‌های جدید برای روسپی‌ها، آسفالت نو و مغازه‌هایی که برای کسب درآمد این افراد ساخته شده بود باعث شد این محله به شهر نو و محله جمشید مشهور بشه. زمان جنگ جهانی دوم سربازهای لهستانی که وارد تهران شده بودند از این زنها سوء استفاده می‌کردند و ازشون خدمات می‌گرفتند. توی این جریان مردمی که از این موضوع ناراحت بودن چند نفر از سربازهای لهستانی رو توی این محل کشتن. سربازهای لهستانی هم وارد شهر نو شدن و صاحب خونه هایی که سربازهاشون داخلش کشته شده بودن رو با خودشون بردن و اعدام کردن. سربازهای لهستانی که همراه خودشون اسیر جنگی داشتن اسیرها رو به شهر نو آوردن. توی یکی از خیابونهای شهر نو یک کوچه به اسم کوچه لهستانی ها مشهور شد. شهر نو کم کم گسترش پیدا کرد. توی این محله کافه و غذاخوری و تئاتر ساخته شد و روسپی‌های این شهر با توجه به درجه روسپیگری که داشتن توی جاهای مختلف این شهر کار می‌کردن. این محله توسط یه عده اداره می‌شد که به اونها خانم رئیس می‌گفتن. خانم رئیس‌ها روسپی‌های سایر شهرها رو هم توی ایران اداره می‌کردن و محله‌هایی مثل شهر نو رو توی بقیه شهرهای بزرگ ایران گسترش دادن. روسپیگرهای این محله برای کار کردن باید کارت سلامت رو تهیه می‌کردن و آزمایش می‌دادن تا بیماری مقاربتی نداشته باشن. مجوز کار کردن توی این محله رو سازمان‌های مربوطه و کلانتری شهر نو صادر می‌کرد. گفتیم که این روسپی‌ها توسط خانم رئیس‌ها اداره می‌شدن.
توی دوران محمد رضا شاه خانم رئیس ها توی دربار هم رفت و آمد داشتن و در ازای دریافت حمایت افراد دربار خدمات جنسی به اون افراد میدادن. مهمون های خارجی هم که به دربار می اومدن توسط این خانم رئیس ها بهشون خدمات جنسی داده می شد. معروف ترین خانم رئیس های شهر نو ملکه اعتزادی و پریه آجدانقزی بودن. توی کودتای 28 مرداد که علیه مصدق انجام شد، روسپی های شهر نو هم همکاری می کردن. شعبان جعفری که یکی از اراذل اوباش و زورخونه‌دارهای تهران بود، نقش مهمی توی کودتای 28 مرداد داشت. شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ همراه با خانم رئیس ها و روسپی های شهر نو توی کودتای 28 مرداد علیه مصدق توی خیابون ها مردم رو به شلوغی و اغتشاش دعوت می‌کردند. این افراد با هم به منزل دکتر مصدق هجوم بردند و خونه ایشون رو اشغال کردند. دفاتر روزنامه هایی که طرفدار دکتر مصدق بودن هم توسط اونها آسیب دیدن. ملکه اعتزادی از خانم رئیس های مشهور تهران بعد از تصرف رادیو تهران توی رادیو علیه مصدق و به نفع شاه سخنرانی کرد. بعد از کودتا هم توی دادگاه دکتر مصدق، زمانی که دکتر در حال دفاع از خودش توی جلسه دادگاه بود و به خاطر سردی هوا میلرزید، خطاب به دکتر با صدای بلند گفت: آقای دکتر مصدق، شما که ادعا می‌کردید بیدی نیستید که با این بادها بلرزید، حالا چرا از هیبت دادگاه میلرزید؟ مصدق هم وقتی ملکه اعتزادی رو دید اون رو شناخت و جواب داد: عفیف خانم، منار جنبان هم قرنهاست میلرزه ولی هنوز هم پابرجاست. بعد از این کودتا و سرنگونی دولت دکتر مصدق، افرادی که توی این کودتا نقش داشتن توسط زاهدی سهم خودشون رو دریافت کردند. سهم روسپی ها هم یک دیوار دور شهر نو و یک پاسگاه روبروی در ورودی شهر نو بود تا امنیت بیشتری داشته باشند. به خاطر همین شهر نو به قلعه زاهدی هم معروف شد. ما اینجا تو این جمشید نجات بگیریم دیگه، بریم راحت. زنای بدی هم، مردای بدی هم مطلق میگن. ما دوقه نجیبیم دیگه، نمیتونیم که همش اون یکی یه حرفای بدی میزنن به ما. بلافاصله بعد از انقلاب سال 57 این شهر قرار شد که به طور کلی تخریب بشه، اما به دلایلی نشد. تخریب بدون اصول این منطقه باعث گسترش روسپیگری توی تمام کشور و گسترش بیماری‌های مقاربتی میشد. ماه رمضان سال 58 شهر نو تعطیل شد و بعد از اون هم هیچ وقت بازگشایی نشد. سال 58 یک قسمت از این شهر تخریب شد و زنان شاغل به کاخ ثابت پاسال توی جردن منتقل شدند. خانم رئیس ها و سردسته های روسپی خانه های شهر نو توی سال 58 و سالهای بعد اعدام شدند. این محله امروز به پارک رازی تبدیل شده، اما روسپیگری همچنان از بین نرفته. نظرهاتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. از همراهی شما عزیزان ممنونیم.